سلام علیکم دوستای گلم. تشکر که صدای بد ما رو گوش دادید. این جعفر سلمان آدمکوش که خانومش جمیله آدمکوش، اینا همینجا در کانادا زندگی میکنه. ما 3 ماه که میگیم اینا آدم کشته، آیا اینا اگر آدم نکشته باشه سنگ نیسته؟ اینا میره سر ما شکایت میکنه. اینا آدم کشای درجه 1 است. مردم میره قبول کنید. اینا وحشی درنده است. اینا خانه مرا خراب کرده، 4 طفل ما را یتیم کرده. این جمیله یا آج عباس که خانم جعفر بچه سلمان داده، اینا هم قد دولت کانادا دروغ گفته، هم قد ما دروغ گفته. اول قد خدا دروغ گفته. اینا بسیار آدمای چی بگویم دیگه، خدای توبه. خیلی ممنون.